این جای طبیعی نبوده بلکه از حساب آمدن باران پرشدت و سیل در خوجند انیقترش در محله 4 و 5 خوجند به وجود آمده است. 4 روز می شود که از حساب بارشات پی در پی چند از کوچه های شهر خوجند ویران گردیده در آن سیل راههای طبیعی به وجود آمده است. یعنی سیل مجرای خود را یافته است. اما به منزل استقامتی چند از باشندگان این محله آسیب رسانده است. رحمت مایل آمده دیده نورمات و اپا همش نغز میشد گفت باید دیده برا مادو سانی با سیل آمد چو کدن من نمیتونم خودم زنک آدم ها سیومکه کرد منه سانی درینی آب در آمدم دوتا مردک آمدو اتانی خودش من به رحمش آمده منم اینجا 400-500 اوسنش 500 کده کوانده برف من به یاردم تید منه فوندامیتم در آمده برفتگی منه با اگر ایس من اونجا روید با آبش برفتوس منه شرقص آب برفتوس 4 روز 5 روز سوکا جان من اونجا عذاب کشتوسیم من خودم یک مزم نیست کسل آدم من ضعیف همه منم دیده دوتا مردک آمده همسایه هم نه رحمش آمده منم اینجا استا منم اینجا استا بود استای نغز بود لپتکه گرفته خاله جان اینجا و ایست تو کسل آدم گفته من رحمه کشاده داد این اکسکواتر قطعی دوتا مردک اتانی خودش کشاده داد منه فوندامیتم بتون در آمده برفتگی او وای با پر شدگی منه. به منزل استقامتی این زن و حولی او بنابر بارشات و آمدن سیل آب وارد شد. میگوید شخصی تنها می باشد. از این رو نتوانی سری وقت مجرای سیل را گیرد. اما پس از وارد شدن سیل برای حولیش همسایه ها کمک کردند ولی آب آمد. حجره هایش زهر شدند. نمی بلند خانه‌اش را فرا گرفت و روی حولیش پر از لای و شغل است. بچه ها کرده داد همشه من اینه همشه بچه ها من اینجا کافته بسیز آب نگذارد گفته من این خیلی کن سیرم نو من درهای همشه آب شدگی من این طرف پولنی من اینجا خواب گرفته من اینجا شب پوشید من پولنی پوشید فقط آب آمده من خیلی درامدن گرفته من درامدن گرفت آخر رفته و تاگی دیوار خیلی انا اینجا توپ شد تاگی دیوارم چقور شده موندگی منه باور نکنید منه بینید منه. این منظره یک حولی استقامتی ساکن شهر خوجند است. بجز این چند از منزل‌های استقامتی در محله 4 و 5 شهر خوجند سیل آثار خود را گذاشته است. باشندگان میگویند که روی حولی پر از شغل و لای می باشد که با آب سیل وارد تهخانه و منزل استقامتی گردیده است. اکو آب فرونده یخته شده راه همش ششته سنی 20 ساعت باشه دیگه 21 22 24 4 دیگه بارو ششته هم راه گاز فوقدگی جوش بود آخه خونش هم خیلی گاز شده در اون وقت نمیتونه لوی پوش دیگه دنیا حاولش به و خاک با وازبین اگر اینجاش پرتگاه حکومتی میچاره کم که دستگیری کردم بالای ابره شده که باستم میگم اینجاش جفت خاک دستگیری کنم جوی کلمات همه لاور است اینجا حاضر ماشین میگودش هر روز تا ساعته bütün ماشین نمیگوده خاک بیچاره همه بالا فرویم عذاب کشتاست راه راست شدگی اصلا ببین اینجا دیدم عذاب کشت خاک بالا نگون بعد آمدن سیل و بارشات مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند در همکاری با کارمندان بخش ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده در شهر کمیسیه تشکیل نمود تا خسارات معین و عاقبت‌های سیل برطرف گردد. اما 4 روز می شود که راه نقلیات گرد میکران‌های 3 به 8 هنوز سیلاب جاری است و وضع راه نگران کننده باقی میماند. و با استفاده از تکنیک‌های مهندسی اداره راهسازی شهر خوجند 800 متر مجرای سیل راه از خود مشغل تازه کرده شد و عین زمان از طرف مقامات جهانی دولت شهر گروه کاری با
با خدمات‌های در شهر موجود بوده گروه کاری تشکیل کرده شده است و گروه کاری باز دیده می‌برند که سیلی به وجود آمده با کدام جهت‌ها باز اثرات رسانیده است. اساساً همون راه‌های محلی، جویبارها، کوچه‌ها، محل‌ها سیلاب فرآمده خوب مشغل آورده است و با تکنیک ها تازه کرده ایستادند. بنابر آمدن سیلاب حال راه نقلیاتگرد میکرانایی 8 و 3 ناگوار است. متخصصان ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده در ولایت ابراز می‌دارند که احتمالیت تا آخر هفته برطرف شدن عاقبت سیل در این راه وجود دارد، زیرا کمیسیه هنوز کار خود را به اتمام نرسانده است. گزارش مفنوشکور و نعیم جان ایوبов برای برنامه اطلاعاتی خبر.